سلام. آیا میدونستید با تحصیل در ترکیه و 1 سال اقامت کاری یا همون چالش میزینی شرایط سیتیزنی ترکیه رو دارین؟ البته یه سری شرایط ها و مدارک های لازم هست که این پروسه به وطنداشتی یا همون سیتیزنی منجر بشه. شرکت های زیادی هستن در ترکیه که خدمات پذیرش تحصیلی و دانشگاهی از کشور ترکیه رو انجام میدن، اما شرکت مهاجرتی آمکاتور کارگزاری رسمی و مجوز رسمی از دانشگاه ها رو داره و در زمینه این که بعد از تحصیل به شما شرایط و پتانسیل چالش میزین گرفتن یا همون کار رو ایجاد میکنه. برای اطلاعات بیشتر و جزئیات بهتر میتونی با شماره تلفن هایی که در کپشن وجود داره با ما در ارتباط باشین تا در این زمینه بهتون راهنمایی لازم انجام بشه. امیدوارم هر جا هستین تنتون سلامت باشه و براتون آرزوی خوشحالی و فرصت